یک دختر تاجیک از جن حامله‌دار شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا جنها به زنها و به دخترها میرسند؟ پیش از آغاز نمودن این موضوع بیایید درباره این جنها کمی معلومات بگیریم. در سوره هجر و در آیات‌های 26-27 چنین گفته است: به تحقیق ما آدم را از گلی خشک سیاهی بدبو و تغییر شکل یافته و صورت کالبد انسانی آفریدیم و جنها را باشد پیش از این از آتش سموم آفریدیم. از این معلوم است که جنها پیش از ما آفریده شده است و عین حال آنها در بین ما هستند. آیا جنها به انسانها ضرر دادنشان ممکن است؟ در یکی از دهه‌های تاجیکستان ما آوازه برآمد که یک زن از جن حامله‌دار شده است. شوهر این زن وقتی از روسیه برمیگردد، اهالی قشلاق و شوهر این زن کوشش کردند که وضعیت را خوب بفهمانند. آدمان ساده به این سفسطه و به این گپ‌ها زود باور میکنند. بعد از گذشتن چند مدت و چند روز با طریق مدیسین انیق می شود که فرزندی که به دنیا آمده است با طریق زنا شده است. چون این واقعه در شهر انادول ترکیه صادر شده بود. دختری که روز تا روز قدش به غایه می رسید، شکمش کلان می شد. آوازه پنج شد که در شکم این دخترک جن در آمده است. بعد معلوم می شود که این حامله در نتیجه زنا صادر شده است. خداوند بر انسان چنین ظلم نمی کند. با وجود داشتن جنها ما ایمان آوردگی هستیم، اما گناه را خودمان می کنیم و پس دین پنهان می شویم. این کار خوب نیست. جنها وجود دارند و در بین ما هستند. بر ما از بعض جهت‌ها ضرر دادنشان ممکن است، اما در مسئله ناموس باشد جنها با ما کار ندارد. سبب جنها از دیگر طایفه و ما انسان‌ها از دیگر طایفه هستیم.